سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ روزتون ایشالا روز خیلی خوبی باشه واسهتون. این فال قهوه امروزمونه. نگاه کنید چه اشکال قشنگی افتاده روش. اول که یه حالت کلی شکل رو در نظر بگیرین، یه پرنده مرغ مگسخواره، خیلی هم قشنگ افتاده. از یه طرف دیگه باز نگاش کنید حالت یه ماهی میمونه، ماهی مال بزرگه، پرنده خبر خوشه. انگشت اشاره کسی از گذشته به سمت شماست و شما رو چک میکنه و درگیر شماه هنوز دیگه. یه خوشحالی مالی واسهتون میبینم، اسب آبی افتاده واسهتون. تو 2 وعده دیگه خوشحالی داریم، به نیتتون میرسین. از نظر کار و شغلی یه مسیری رو باید برید، یه مسیری واسهتون باز میشه.